سلام بینندگان عزیز، به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. عبدالله اشرف هستم. طی 15 دقیقه دیگر همراه شما. در برنامه امروز جمعه 26 ایول این موضوع ها را داریم. پس از چند روزی سنگزنی و تیرکشایی، پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان در واروق با همدیگر واخوردند. پلیس دوشنبه نسبت 4 بلاگر که زنان تنفروش را در پایتخت به نوار گرفتند پرونده جنایتی باز کرد. فعالان جامعه شهروندی میگویند این فشار به آزادی بیان است. باغم را ویران نکنید. زن صاحبکار ازبک با تهدید خودسوزی از مالکیتش حمایت کرد. پرزیدنت امامعلی رحمان امروز 26 ایول سوارونبای جینبکوف همتای قرغیزی خود را در مرز اسفره و بادکند پذیرایی کرد. دو رئیس جمهور محض در محل به سوی همدیگر آغوش گشادند که چند روز قبل ساکنان از دو جانب به سوی هم سنگ میپرتافتند و از کمانهای شکاری آتش میکشادند. در ادامه ملاقات پرزیدنتان در هیئت‌های وسیع با شرکت مقامداران مدافعه و امنیت از دو جانب در شهر اسفره صورت گرفت. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم مومن احمدی. پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان صبح 26 ایول در منطقه مرزی واروخ آقسای با ساکنان ملاقات کرده دعوت نمودند که مراسا داشته باشند و عزت همسایه‌داری را حفظ کنند. ملاقات رهبران دو کشور در خط بین واروخ و آقسای کمی بیشتر از 30 دقیقه ادامه کرد. در این ملاقات از هر دو کشور تخمینا 30 نفری ساکنان اشتراک کردند که یک روز پیش انتخاب شده بودند. سفر رهبران تاجیکستان و قرقیزستان به واروخ آقسای در حال صورت میگیرد که این منطقه طی چند روز اخیر صحنه مناقشه میان ساکنان مرزی بود. بر اثر این تنش‌ها یک نفر شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیده، نزدیک به 30 نفر از هر دو جانب جراحت برداشتند. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی ریاست جمهوری تاجیکستان هم در صحبت با رادیو آزادی گفت که امامعلی رحمان و سوارونبای جینبکوف در ملاقات دایر به همکاری‌های دو جانبه نزد مرزی، دوستی، رفاقت، همدیگر فهمی میان تاجیکان و قرقیزهای مرز دو کشور صحبت کردند. سامانه پرزیدنت تاجیکستان نوشت که در صحبت با مردم رهبران دو کشور از ساکنان نزد مرزی دعوت کردند که به اغوا دادن نشوند و مناسبت‌های دوستانه را حفظ کنند. در این خبر آمده است که پرزیدنتان تاکید کردند که مسئله‌های بر رسمیت دراری حقوقی خط سرحد دولتی در روابط دو کشور مهمترین میباشد و مقامات میل قطعی خود را در سمت ادامه دادن کارها در دایره کمیسیون مشترک بین حکومتی آید به دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحد دولتی افاده کردند. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. محض نامعینی در مرزها باعث مناقشه ها می شود. قرار است بعد انجام ملاقات بلندپایه پرزیدنتان در حدود تاجیکستان، امامعلی رحمان با دعوت سوارونبای جینبکوف در شهرک چالپان اوتای قرقیزستان دیدار و گفتگوهای رسمی خود را ادامه دهند. با گفته سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان، سفر به استقلال شام امروز در نظر است. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه بر ضد 4 بلاگر تاجیک بر اساس ماده 144 کودکس جنایی یعنی غیر قانونی پهن کردن معلومات درباره حیات شخصی پرونده جنایتی باز کرد. این بلاگران به آن متهم می شوند که در صحیفه اولاد میدیا در شبکه اجتماعی یوتیوب نوار 20 دقیقگی را درباره نرخ خدمات زنان تنفروش در شهر دوشنبه ثبت و نشر کردند. در این نوار بلاگران شبانه به سیر کوچه های دوشنبه برآمده از تنفروشان نرخ خدمات آنها را پرسان شدند. در نوارها روی زنان پوشانیده شده است و هویت آنها مشخص نیست. در حالی که مقامات بلاگران تاجیک را به پهن کردن غیرقانونی معلومات شخصی ابدار میکنند، رستم گولوف بلاگنویس فعال تاجیک میگوید باز کردن پرونده نسبت این جوانان نقض آزادی بیان است. بهتر می شود که وزارت کارهای داخلی نه با آن نفرانی که در باره مشکلات نقل کردن مبارزه برند و دهان خلق را با این راهشان پوشاندن خواهند، بلکه با خود مشکلات سر و کار گیرند. مشکلات فاحشگی در تاجیکستان چخیلی که این نوار آن 4 جوان نشان داد مشکلات دو است.
مشتریان در تاجیکستان از گران بودن نرخ بلیط هواپیما زیاد شکایت میکنند. برخی سراغ بلیط های ارزانتر به قلمروی همسایه کشورها میروند. مقامات تاجیک هم گران بودن نرخ بلیط را اعتراف میکنند و امروز در نشست در شهر دوشنبه سبب گران بودن آن را شرح دادند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی. آژانسی اویاسیون گرجدانی عامل اصلی گرانی نرخ چیپته‌های هواپیمایی در تاجیکستان را شرح داد. ارزش سوزشواری در جمهوری تاجیکستان نسبت به دیگر دولت‌ها گرانتر است و عامل اساسی گران بودن سوزشواری این سوزشواری وارداتی است. جمهوری تاجیکستان استحصال کننده سوزشواری نیست. به قول دیرکتور آژانسی اویاسیون گرجدانی از 40 تا 45% ارزش چیپته برای سوزشواری صرف می شود و وقت سوزشواری گران است نرخ چیپته نیز گران می شود. هواپیمای خارجی وطنی دستورهای مشخص داد که سنئی نرخ چیپته رو بلند نبردارند. ساکنان به شرح مقامات باور ندارند و میگویند نرخ چیپته در تاجیکستان به موسم تحصیل و کار مهاجران بستگی دارد نه سوزشواری. ما 5 سال که رفتم مدرسه از اینجا کداگی نشدمش هم خیلی سیزن کار و سودنده نرخ هم این طرف روسیه میخواد طرف روسیه. گرانی نرخ چیپته هواپیما مردم را مجبور کرده است که راه‌های دیگری رسیدن به خارج به خصوص به روسیه را پیدا کنند. چیپته فروشان میگویند ساکنان اکنون سفر به اتوبوس را برتری میدهند. هیچ وقت در روسیه رفته 2000 سومون در 3 روز کار نمیکند. برای می فکر میکند که لوچه می 1000 سومون در خانه مواد یک ماه запаси продуктش گیرد با حضور رفته کاری با یک کار نرمال کند. ایلی همون 1000 برای یک پاتنت پولی برای داکمنت کنی روسیه استفاده برد. از تاجیکستان به شهرهای روسیه و استانبول ترکیه هواپیماها بیشتر پرواز میکنند. فعلا نرخ چیپته هواپیما از دوشنبه به مسکو تا 2500 سومانی و به استانبول بیش از 3000 سومانی را تشکیل میدهد، در حالی که از شهرهای ازبکستان و قرقیزستان با نیم این نرخ میتوان چیپته خرید. رو آوریم به جمهوری همسایه. در یک هفته اخیر 2 حادثه ناگوار در ازبکستان رخ داد که باعث واکنش‌های گوناگون در جامعه این کشور شد. نخست صاحبکار در قشقدریا معاون رئیس حاکم ناحیه را که برای چپه کردن کارگاه او آمده بود بنزین پاشیده آتش زد. در حادثه دیگر برعکس زن کشاورز مانع تخریب کشتزار و باغ بنیاد کردهش برآمده به نشان اعتراض به سر و روی خود بنزین پاشید و تهدید کرد که خود را آتش میزند. در این باره صحبت داشتیم با سراج‌الدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی، و نخست از او پرسیدم که چرا صاحبکار معاون رئیس حاکم ناحیه را آتش زد. معاون حاکم میگوید که بولدوزر را استفاده میکند و راننده بولدوزر نیز میگوید که این کار را نمیتواند کند چون در دکان آدما کار میکنند. ولی با وجود این معاون حاکم تصمیم میگیرد که خودش رانندگی کند و با بولدوزر همون دکان را تماما ولنگار کند. بر ضد این دکاندار برمیآید و میگوید که یا آتش میزند او را یا باید از بولدوزر بیرون آید. معاون حاکم میگوید که نه. دکاندار خیلی خشمگین میشود و بنزین انداخته به سری به تمام وجود معاون حاکم به او آتش میزند. در نتیجه 40% بدن معاون حاکم سوخته است و پلیس، کارمندان پلیس آمده این دکاندار را به محبس بردند. در شبکه‌های اجتماعی همچنان نوار نشر شد که در آن برعکس یک زن کشاورز به سر و روی خود بنزین پاشیده در نزد کارمند ملیسا تهدید میکند که خود را آتش میزند. اعتراض این زن از چیست؟ آنها آمدند و با چند تراکتور 10 نفر پلیس میخواستند تماما این باغزار را تماما ولنگار کنند. گفتند که این را به کلاستر میدهند. کلاستر این برنامه دولتی است که دولت میخواهد زمین های کلان را به فرمرهای ابرقدرت، یعنی که مالکیت زیاد دارند، به آنها بدهد. ولی فرمرهای کوچک از این خیلی ضرر زیاد میبینند. بالاخره زن این فرمر میبرد میگوید که یا شما از اینجا میروید و یا به خود من آتش میزنم و
پیش همه به خودش بنزین میریزد. بالاخره این حرکت خیلی خاطیانه او حکومتداران را مجبور کرد که از کارشان باز ایستند و این جریان نیست به مرافعه جنایی یا که ادمنستراتیوی کشیده شده، ولی نمیدونیم که نتیجهش چی می شود. بالاخره این نیست یک برنامه دولتی است. دولت میخواد از مهنت مجبوری دست کشد و با کمک دادن به فرمرهای کلان، زمیندارای کلان این مسئله را تماما از بین ببرد. تشکر به همکارم سراج‌الدین اسلام برای صحبت. اعتراضهای علاهیده ساکنان ازبکستان به دو اصلاحات دهه آباد و بزرگ کردن خواجگی‌های دهقانی با نام کلاستر ربط دارد که پرزیدنت شوکت میرزیویف آن را پیش میبرد. در دایره تشبث دهه آباد قرار است بنا و انشاءات حدود 450 دهه تخریب و از نو بنیاد کرده شود. وزارت تندرستی در تاجیکستان اعتراف کرد که به تنهایی توان خرید تجهیزات برای آزمایشگاه ها را ندارد و با شرکت فراز در دایره قانون همکاری دولت با بخش خصوصی همکاری می کند. اما ساکنان می گویند با وارد شدن فراز به بازار خدمات تندرستی نرخ تشخیص و معلومات نامدهی طبی به مراتب گران شدند. همکاری دولت با فراز در بخش تندرستی چی ثمر به بار آورد؟ تفصیلات موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم. همین گونه همکاری رو برخ می‌مانیم. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی همکاری این وزارت با شرکت فراز را تصدیق کردند. روز 25 ایول در نشست خبری این وزارت گفته شد که همکاری با فراز در اساس قرار حکومت در دایره همکاری با بخش خصوصی به راه مانده شده است. جمعیتی دارای مسئولیتش محدود فراز در تجدید در تامین خودی لابراتوری‌های شهر و ناحیه‌ها با تامین کردن آنها با تجهیزات‌های معاصر لابراتوری، با ریاگنت‌ها و اینچنین علاوه‌پولی دادن به کارمندان همین لابراتوری‌ها همکاری را با وزارت تندرستی ادامه داده ایستاده است. با گفته مسئولان وزارت، همکاری تجربه معمول در جهان است و در شرایطی که کشور از حساب بودجه نمیتواند خود را اداره کند، چنین همکاری به راه مانده می شود. امروز خود همین جمعیت دارای مسئولیت محدود بهداشتی بیشتر از 45,000 نفر اهالی خدمت رسانی یا رایگان را نیز رسانده است و در این جاده مرکزی ویروسی گپاتیت ها نیز فعالیت کرده ایستاده است. در شرکت فراز هم بر رادیوی آزادی گفتند که واقعا شرکت دستگاه‌های طبی زمانوی خرید است که حالا شرکت بهداشتی از آن استفاده می‌کند. حالا این دستگاه‌ها در مرکزهای سلامتی شهر و ناحیه‌ها مورد استفاده هستند. در رابطه با گران شدن نرخ معلوماتنامه طبی در آزمایشگاه‌های شرکت بهداشتی که باعث نگرانی مردم شده است، معاون وزیر تندرستی گفت ارزش معلوماتنامه در مرکزهای سلامتی شهری 31 سامانی و در آزمایشگاه‌های بهداشتی 57 سامانی را تشکیل می‌دهد. مسئولان شرکت بهداشتی هم تا نشر این گزارش مسئله را شرح ندادند که چرا نرخ آنها از تشخیصگاه‌های دولتی گران است. تشخیصگاه‌های طبی زیرتابع شرکت فراز از سال 2018 مسئولیت دادن معلوماتنامه طبی را به عهده گرفتند. ارزش بلند معلوماتنامه طبی مایه نگرانی بسیاری از خانواده‌های گردید که فرزندانشان باید برای تحصیل به مکتب قبول می‌شدند. در حالت شرح دادن این مسئله از طرف مسئولان شرکت بهداشتی نظری آنها نیز نشر خواهد شد. تجارت تشخیص وضع سلامتی انسان در تاجیکستان از پردرآمدترین هاست. در برابر شرکت فراز در بازار تشخیص چندین شرکت دیگر به مثل نورافزا، کلینیک ابن سینا و شفا نیز وارد بازار هستند. این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش های دیگر را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید ببینید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.